تحلیل بازار با البرزی تریدر. با سلام و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی، بنده البرزی هستم. با یه ویدیو تحلیلی دیگه از کانال البرزی تریدر در خدمت شما هستیم. همونطور که مشاهده میکنید چارت اونس جهانی و کندل ها در تایم فریم دیلی در حال نمایش هستن. من مختصرا یه توضیح خدمتتون بدم. سطوح رو براتون مشخص کردم که سطوح حمایتمون در قسمت پایین با خطوط نارنجی مشخص شده و سطوح مقاومتمون هم رنگ سفید بالا و هم مشکی که در تایم فریم پایینتر در حال حاضر میتونه حکم مقاومت رو داشته باشه. اما اگر دقت کرده باشید ما بعد از یه موج طولانی رو به بالا در اونس جهانی تونست قیمت بعد از یه اصلاح واکنش به این خط روند بتونه رو بشکنه و در حال حاضر نشان از پولبک و برگشت به سطوح شکسته شده است که سطوح دینامیکیه. اما موضوعی که جالبه و خوبه بدونید اینه که اگر دقت داشته باشید ما در هر مرحله از موجهای بالایی که داشتیم، مثلا این قسمت بعد از اینکه یه موج بالایی داشتیم و اومد قیمت افزایش قیمت خودش رو داد و به سمت بالا حرکت کرده، یه محدوده بیسی رو ایجاد کرده و بعد شکست و به سمت بالا. اینجا هم اگر ببینید بعد از اینکه این روند به سمت بالا شکسته شد، یعنی سقف بالا کف پایین تر سقف بالا، من اینا رو به صورت چی علامت میزنم که دوستان ببینن. نگاه کنید، سقف بالاتر کف پایین تر، سقف کف، دیگه رفت رو حالت ساخت بیس در تایم فریم بالاتر. این رو موج قبلی هم میشه مشاهده کرد. نگاه کنید اینجا موج قبلی که بالا زد اومد شکست، اما بعد از اینکه این کف ساخته شد نگاه کنید باز هم این بیس ساخته شد. اینجا نگاه کنید اومد بالا، سقف شکسته شد، باز هم بیس ساخته شد. اینجا بعد از یه بالایی شکست و کف پایین تر دوباره بیس ساخته شد. الانم دیدگاه من اینه بعد از اینکه این موج رو زده و به سمت پایین اومده میتونه یه بیسی رو در این محدوده بسازه. یعنی طلا میتونه یه اصلاح زمانی داشته باشه، یه محدوده ای رو به عنوان محدوده ریورس و واکنش در یک سایت قرار داشته باشه و بخواد این بیس رو بسازه. این دیدگاه منه. حالا میریم جلوتر که بخوام تشریح کنم که چه مواردی رو میشه دید. اما بریم تو تایم فریم H4 یا 4 ساعته که بخوایم یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم. اینجا بعد از برگشتی که داشت، حالا یه الگوی سقف دوقلویی ساخته شد، اومد این خط گردن رو هم با این کندل شکست. این رنگش رو عوض کنم، اومد اینجا رو شکست با یه پولبک دوباره ادامه ریزش. این رو اگر موج یک در نظر بگیریم، موج دوشم از وسط بالا انجام شده و میتونه اگر ادامه داشته باشه تا این سطح به سمت پایین بیاد. این اولین سناریو باید این که دوستان بدونن. اما روند از اون حالت بایش باز اینجا هم تغییر کرده، براتون نشون میدم. اگر دقت کنید سقف بالا کف پایین تر، سقف پایین تر، کف پایین تر و الان دوباره اینجا سقف و کف ها میره در حالت رنج تا اینکه ببینیم اون پایینی رو که میخوایم میزنه یا نه. این بیس در حال شکل گیری. موضوعی که وجود داره، ما در تایم فریم بالاتر
که تایم فریم ویکلی و مانسلی باشه، هفتگی و ماهانه، این محدوده حمایت خیلی قوی رو داریم. یعنی محدوده 38 24 37 52 و 36 73 محدوده خیلی قویه که مربوط به تایم فریم های بالاتره. در حال حاضر در تایم فریم پایین تر که باز بهتون نشون میدم، اینجا الان یه محدوده‌ای که خط روند از زیر داره، اما در محدوده 4 ساعته و دیلی این محدوده 45 053 4100 4127 یه محدوده مقاومتیه که اینجا مانع از بالا زدن قیمت میشه. یعنی اینجا اگر قیمت برسه، دو سناریوی سل میشه اینجا در نظر گرفت با حد ضررهایی که داریم، یه دونه این قسمته و یه دونه اینجا. این دوتا سناریوی سل رو میشه بر اساس این مقاومت در نظر گرفت و در صورت عبور قیمت به سمت کانال 4166 4227 4289 و 4345 که میتونه حالا هر مسائل سیاسی و هر مورد بین‌المللی باعث این موضوع بشه و این تنش هایی که وجود داره، اونجا سناریوی بعدیمون میشه سل هایی که در این محدوده باید گرفته بشه. یعنی یه محدوده با این استاپ و یه دونم با این استاپ. این دیدگاه من در قسمت بالا برای اصلاح قیمت در این دو موضوع. اما در کف چیزی که وجود داره در حال حاضر، اینجا یه محدوده حمایت داریم که در صورت اومدن میتونه برگشت بالا رو داشته باشیم از این محدوده. در صورت شکست دیدگاه های بای ما تغییر پیدا میکنه به این نقاط با یه ریسک ریوارد بیشتر و این سه محدوده برگشت با استاپ هایی که باید در نظر بگیریم. اما بریم در تایم فریم اشفان یا یک ساعته. اینجا در موج اصلی که در تایم فریم 4 ساعته داشتیم، اصلاح قیمتی رو داشتیم میدیدیم و موج رو به پایین رو. در تایم فریم یک ساعته اینجا یه محدوده‌ای ساخته شده به این شکل، اگه دقت کنید، و در حال حاضر داره نشون میده که بعد از این که اومد به کف برخورد کرد، داره میره سقف‌های بالاتر میزنه و کف‌های بالاتر و اینجا در حال حاضر به نظر بنده همون موضوعی که خدمتتون گفتم میتونه چیزی که رخ بده اصلاح زمانی باشه و بیشتر تایمش رو در این محدوده سپری کنه. الان دیدگاه من اینه که بازی بین این دوتا محدوده انجام میشه اگر هر موردی باشه و نوسان در بین این دوتا محدوده صورت میگیره تا زمانی که بخواد یکی از این کف‌ها شکسته بشه، یکی از این کف و سقف‌ها شکسته بشه ببخشید. در اون صورت اینجا میتونه اصلاحش رو به سمت محدوده 3824 بده و در بالا هم چیزی رو که میتونیم داشته باشیم بعد از شکست بره برای فعال کردن دو تا محدوده مقاومت و دلی که میتونه بده. این چیزی است که وجود داره و دیدگاه بنده است برای این هفته. من نظرم اینه که ما بازی بین این دوتا محدوده رو داریم. عدد گذاری هم براتون انجام بدم. 4036 کفش 4014 اینجا محدوده 3938 تا 3918 و در صورت عبور هم کف حمایت داریم هم سقف. بازی اونچنان نمیتونه مثل اینجا اون شارپ ریزشی وجود داشته باشه. من نظرم بازم خدمتتون میگم اینجا اصلاح زمانی و ساخت یه تریدینگ رنج یا
یه محدوده ساید رو میتونیم داشته باشیم که البته میشه از سقف و کف‌ها استفاده کرد. همون دیدگاهی که خدمتتون دادم، پوزیشن های سلمون رو از بالا با استاپ بگیریم و پوزیشن های بای رو از کف با استاپ بگیریم برای استفاده از این محدود. امیدوارم این ویدیوی تحلیلی به درتون بخوره. در هفته پیش رو دوستانی که ما رو در اکسپلور میبینن حتما ما رو، کانالمون رو دنبال کنن، ما رو لایک کنن. تحلیل های بیشتر رو در کانال تلگرامی خدمتتون میذاریم که آدرسش در بایو پیج هست. دوستانی که در یوتیوب این ویدیوها رو میبینن سعی میکنیم هر هفته این ویدیوها رو براتون قرار بدیم. دوستان عزیزی که در بازار مزنه هم کار میکنن، کانال مربوط به طلای آب شده جهانی یا همون مزنه رو داریم که در اونجا هم مشغول فعالیت هستیم. امیدوارم که بتونه نکاتی و ویدیوهایی که گذاشته میشه شما رو در راستای ترید و معاملاتتون کمک کنه جهت کسب سود. دوست داره همه شما الورزی تریدر.